میگم افات خانم وقتش نیستن اون بچه داشتیم. ای بابا محمد آقا دلت خوشه، بذار این 20 صحابی که تو شکممه بذارم زمین بعد بچه داشتیم. مگه من زودپزمه؟ بعدش هم جا نداریم. کجا؟ چرا جا نداریم؟ اسم این بچه چی بود یادم رفت؟ اون پشت دوتا جا هم بیا اسم بچهش هم نمیدونم. در بدر نزن چی به کار بچه میکنی چی با کار این داری؟ بچه؟ باز خمار شد. به بچه چی کار داری؟ بعد خرج اینا رو کی میخواد بده؟ بچه خدا روزی رسونه، بچه همراه خودش روزیشو میاره. خاک بزنم. پاشین بریم پناهگاه. پاشین بچه رو بگیر. اوف که تو این وضعیت پاشو محمد آقا پاشو. بذار یه دو پک دیگه پاشو بزنم. زهر ماری رو ول کن. پاشو. خمار میگم منوچه جانم. وقتش نیست بچه داشتیم. بابا ما راجع به این موضوع حرف زدیم، گفتیم آقا بچه بی بچه خونه میخواد، ماشین میخواد، لباس میخواد، سیسمونی میخواد. میدونم حق با توه، ولی اگه پول دار باشی بازم حاضر نیستی بچه معلومه. داشتی. اینو ببین. این حساب توه؟ حساب بانکیمه، پولای خودمه. از کجا آوردین همه پولو؟ به توضیح میدم. دیروز دیدم نایت خانم همسایه بغلی یه ماشین مدل بالا همچی از جلو من رد شد. گفتم شما تا دیروز نون شب نداشتین، چجوری این ماشین رو خریدی؟ فکر می‌کنی چی گفت؟ میره پیش ارسلان اسدی، همون معروفه. میگه تو 21 روز قوانین جهان هستی رو بهت آموزش میده که چجوری بتونی به هر چیزی که فکر میکنی داشته باشیش. خونه، ماشین، هر چیزی که فکرشو کنی تو میتونی بهش برسی. این 21 روز دوره رو من برداشتم و حالا حاضری بچه داشتیم؟ بیا بریم سفر پس. بیا چرا بریم سفر؟ اشغال کنیم. بچه فعلا اونجا راجبش صحبت کنیم. بیا بریم. منوج بیا من بریم بچه سفر. میخوام. منوج